درود دوستان عزیز و نازنین ما، امیدوارم که تنسیت هستید. خب امروز موضوعی که ما درباره‌اش صحبت میکنیم چگونه حیات در روی زمین پیدا شد، عقیده درباره پیدایش حیات و خودی حیات چیست. عموما خودی تعریف حیات در کتاب ها آمده است. حیات این شکلی مخصوصی حرکت ماتریال، یعنی اون چیزی که میسبزد، اون چیزی که حرکت میکند، این خود حیات است. یعنی حیات این شکلی مخصوصی حرکتی ماتریال میشه. درباره پیدایش حیات تا زمانی ما عقیده های گوناگون وجود دارد که ما در کتاب ها میتوانیم که اونها رو فهمیم. و درباره پیدایش حیات عقیده های علما نیز مختلف است، گوناگون است و از زمان های قدیم تا امروز علما درباره پیدایش حیات نظریه های گوناگون دارند و این سوال که چگونه حیات پیدا شد تا امروز گویم همچون یک معمای سربسته باقی مانده است که چگونه موجودات زنده پیدا شد. تنها عقیده ها، فرضیه ها وجود دارند. درباره پیدایش حیات تا زمان ما اساساً دو عقیده وجود دارد: عقیده ابیوگنز و عقیده بیوگنز. عقیده ابیوگنز چیست؟ یعنی عقیده ابیوگنز عقیده که موجودات زنده از غیر زنده پیدا شد که طرفداران این عقیده ارسطو و دیگر علما بودند. عقیده ابیوگنز به مانند آن است که مثال در بالای یک درخت یک پرنده پرواز میکرد، حالا که وی لانه گذاشته بود یا با دیگر مقصد نشسته بود. عقیده ابیوگنز همین عقیده است که میگفتند که همین پرنده از همین درخت پیدا شده است. این عقیده علمای هستی قدیم پیش از میلاد بود و بعدا دویم عقیده پیدا شد با نام عقیده بیوگنز، یعنی اینکه زنده از زنده پیدا می شود. این ناممکن است که زنده از غیر زنده پیدا شود. اساسگزاران این عقیده، یعنی که علمایی که در این عقیده بیوگنز تجربه خود را گذاشتند، لوی پاستر، فرانچسکو ریدی و غیره. و یکی از تجربه بزرگی که درباره عقیده بیوگنز تجربه خود را گذراند و یک ضربه مستحکم به عقیده ابیوگنز زد، این علم فرانسوی لوی پاستر که در یک ظرف یک مقدار آب خوراک گرفت و دهان ظرف محکم کرد و یک چند مدت ایستاد و دید که از ترکیب همین غذا یگان موجودات پیدا نشد، ولی وقتی که همین ظرف و دهانش رو گشود یک چند مدت حس کرد که در ترکیب آب، یعنی که مشاهده کرد که کرمینه ها و دیگر موجودات در زیر همین خوراک دیده می شود. اثبات کرد که یعنی که با تاثیر زنده پیدا می شود، هیچ وقت از تاثیر غیر زنده پیدا نمی شود. عموما خیلی که در بالا گفته داشتیم تاریخ پیدایش حیات عقیده گوناگون وجود دارد. تا این روز یگان علم به عقیده کانکریتی آماده نیست حیات چه پیدا شده است. در بعضی کتاب ها حیات 3 میلیارد سال پیش، در بعضی کتاب ها 3.5 میلیارد سال پیش، در بعضی کتاب ها 4 میلیارد سال پیش. خلاص انیق دقیق نیست حیات چقدر حیات پیدا شد، چند قدر سال پیش و کدام موجودات اولین پیدا شدن. تنها فرضیه ها وجود. این چنین عقیده درباره پیدایش حیات با نام نظریه پنسپرمی است. گویا که حیات توسط دیگر متریت ها وقتی که کفیدن، تخم باکتری توسط جرمی های عثمانی به زمین افتید، گویا حیات از همونها پیدا شده است. خب به این خاطر دوسته عزیز، وقتی که در امریکا یکی از لابراتوری های پرقدرت ساختن، علما وقتی که ترکیب خاک مشاهده کردن که در ترکیب خاک زیاده از 70 الیمنت شیمیایی موجود است و همین الیمنت ها در ارگانیسم زنده در انسان نیز مشاهده می شود. و بعضی علما با عقیده آمدن که انسان پیدایش انسان از خاک منشأ میگیرد. ولی خیلی که پیشتر گفته گذاشتیم بین عقیده یعنی از زنده غیر زنده پیدا شدن، از زنده پیدا شدن، بیوگنز تا امروز بحث های ادامه دارد و اینها تنها فرضیه ها وجود دارد.
دوستان عزیز، موضوع منبعد ما 12 فرقیت موجودات زنده از غیر زنده است و امیدوارم که موضوعی که ما گفته گذاشتیم برای شما جالب بود و ما در درس منبعد تصمیم گرفتیم که فرقیت 12 علامت زنده از غیر زنده رو به شما گفته گذاریم. خیلی دوستان عزیز، تا موضوعهای دیگر خانواد باشید.